درود به همه دوستان عزیز. امروز میخوایم شما را به سفری جذاب و کنجکاو کننده در دنیای تکامل انسان و فناوری‌های بی‌نظیرش ببریم. از دوران ما قبل تاریخ که اجداد ما با استفاده از ابزارهای ابتدایی مثل سنگ، چوب به بقا و توسعه زندگی خود پرداختند تا به امروز که در دستان ما موبایل‌ها و در اتاقمان کامپیوترهای هوشمند داریم. انسان‌ها همیشه در تلاش برای بهبود و ساده‌تر کردن زندگی خود بودند. از اختراع چرخ گرفته تا انقلاب صنعتی، هر دستاورد جدیدی دریچه‌ای به سوی امکانات بیشتر و زندگی بهتر باز کرده است. اما هیچ کدام از این اختراعات به اندازه ظهور کامپیوترها تحولی بزرگ در زندگی بشر ایجاد نکردند. این ماشین‌های شگفت‌انگیز محاسبات پیچیده را در کسری از ثانیه انجام میدند و دنیای ارتباطات و اطلاعات را به کلی متحول کردند. با این حال کامپیوترهای کلاسیک دارای محدودیت‌هایی هستند. این کامپیوترها بر اساس سیستم دودویی کار میکنند. به این معنی که اطلاعات رو به صورت 0 و 1 پردازش میکنند. هرچند این روش برای بسیاری از کاربردها کارآمد است، اما برای حل برخی مسائل پیچیده‌تر نیاز به قدرت محاسباتی بیشتری داریم. در اینجاست که دانشمندان دست به کار شدند و به فکر چاره‌ای افتادند. آنها به مفهوم کامپیوترهای کوانتومی رسیدند. کامپیوترهای کوانتومی از کیوبیت‌ها استفاده می‌کنند. برخلاف بیت‌های کلاسیک، کیوبیت‌ها میتونن به طور همزمان در حالت‌های مختلفی باشند. این ویژگی به کامپیوترهای کوانتومی اجازه میده تا محاسباتی رو که برای کامپیوترهای کلاسیک بسیار زمان بر هست، با سرعت بیشتری انجام بده. اما کیوبیت چیه؟ کیوبیت واحد پایه محاسبات کوانتومیه که به لطف اصول مکانیک کوانتومی میتونه به صورت همزمان در چندین حالت باشه. این ویژگی به کامپیوترهای کوانتومی اجازه میده تا حجم عظیمی از اطلاعات رو به صورت موازی پردازش کنه که این امر سرعت و کارایی اونا رو به شکل چشمگیری افزایش میده. اولین کسی که مفهوم کامپیوترهای کوانتومی رو مطرح کرد ریچارد فایمن، فیزیکدان معروف بود. فایمن در سال 1981 ایده استفاده از اصول مکانیک کوانتومی برای انجام محاسبات پیچیده رو مطرح کرد. بعدها دیوید لیویچ، فیزیکدان بریتانیایی، این ایده رو توسعه داد و اولین الگوریتم‌های کوانتومی رو طراحی کرد. گوگل در سال 2019 با کامپیوتر کوانتومی خود به نام سایکومور اعلام کرد که به برتری کوانتومی دست یافته. یعنی تونسته محاسباتی رو انجام بده که برای سریع‌ترین کامپیوترهای کلاسیک نیز غیر ممکن بوده. کامپیوترهای کوانتومی پتانسیل بالایی برای تغییر بسیاری از زمینه‌ها از جمله بهبود الگوریتم‌های جستجو، رمزنگاری و کشف داروهای جدید دارند. با این حال هنوز در مراحل ابتدایی توسعه هستند و نیاز به تحقیقات بیشتری دارند تا به کاربردهای وسیع‌تری دست یابند. در طول تاریخ پیشرفت‌های ما همواره شگفت‌انگیز بودند. از چرخ گرفته تا اینترنت، از کالاسکه گرفته تا ماشین، هر اختراعی دریچه‌ای به آینده‌ای بهتر باز کرده. با ادامه این روند به نظر شما آینده چه شگفتی‌های دیگری برای ما خواهد داشت؟ لطفاً نظرات خود را با ما به اشتراک بذارید و بگویید که از دیدگاه شما چه پیشرفت‌های دیگری ممکنه در انتظار ما باشه. همیشه در جستجوی آگاهی باشید. بدرود.